هرچی کردی با پدر آن را ببینی از پسر. یکی امروز مادری موسفید در دیوانه حساب کنی، مادری پیر دیوانه حساب کنی، کاردار نشه به من گویی پگه نقص دان که تو در پیش بچه هات از این دیوانه تر حساب بشوی. جای تو خانه بی صاحبه است. در که امروز برای تو پدر دیوانه حسابه، تو فردا برای بچه دیگه در این خانه مناسب نیستی. همون روز که از کار موندی میبره در خانه بی صاحبه میپرتاد، انا اونجا عمر بگذرانی و نمیخواد در این خانه تو رو بینه تو طبیعت شکیره شود. قرآن در پروردگار میگه من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. کسی که خوبی میکند با فایده خودش میکند. امروز تو یک خدمت برای مادر و پدرت کن، فردا 10 خدمت از پدر و مادر از بچه ها میبینی.